توی این ویدیو قراره بهتون یک سری راهکار بگم و یک سری پیشنهاد بدم که کمک کنه شما راحت‌تر مصاحبه انگلیسیتون رو انجام بدید. این چیزایی که میخوام بگم چیزایی که خودم پارسال همشون رو انجام دادم و واسه من کار کرده و کمک کرده که من یک جاب آفری رو بگیرم و با سطح زبان پایینی که داشتم مصاحبه های انگلیسی خوبی انجام بدم. سلام، من رامینم و اینجا رامین زون. همونطور که از تایتل این ویدیو مشخصه، من قراره که امروز در مورد مصاحبه کردن باهاتون صحبت کنم و بهتون بگم که چه شکلی میتونید خیلی راحت‌تر و روونتر یه مصاحبه انگلیسی داشته باشید. برگردیم به پارسال. من پارسال زمانی که خودم میخواستم شروع کنم به اپلای کردن و پیدا کردن یک جاب آفر، خب من سطح زبانم تقریبا روی A2 یا مثلا B1 بود. سطح زبان خیلی پایینی داشتم و دایره لغاتم خیلی کم بود. ولی خب من یه بازه خیلی زیادی کلاً توی کارم داشتم از کلمات انگلیسی مربوط به کارم استفاده می‌کردم و خب من ویدیوهای آموزشی انگلیسی واسه کار خودم که برنامه نویسی باشه رو خیلی دیده بودم. پس این شرایط و وضعیت پارسال من بود. ولی مکالمم ضعیف بود، ریدینگم خیلی ضعیف بود، رایتینگ همه چی داغون. حالا من تصمیم گرفته بودم که برم مصاحبه انگلیسی انجام بدم. مرحله اول این بود که خب من یه سری میرفتم مصاحبه، خیلی داغون اون مصاحبه انجام میشد و میومدم بیرون، در حدی که افتضاح بود، به سوال دوم سوم نمیرسیدم. پس در نتیجه تصمیم گرفتم که توی یه بازه کوتاهی فقط خودم رو برای مصاحبه آماده کنم، به خاطر اینکه حالا اون تایم من داشت تایم سربازیم نزدیک میشد و وقتی نداشتم، یعنی باید خیلی سریع از کشور خارج میشدم و یه جاب آفری رو میگرفتم. پس اومدم چیکار کردم؟ اولین کاری که انجام دادم، رفتم دیدم که من واسه چه حوزه‌ای میخوام اپلای کنم. دیدم که حالا برنامه نویسی زیر شاخه مثلا فرانت اند یا فرانت اند انجینیر و توی حوزه ریاکت و اینجور چیزا. حالا دیدم که مصاحبه هایی که میخوام برم چه شکلی هن. یه مصاحبه HR یا هیومن ریسورس شما اول کار دارید که یک نفری میاد و در مورد خود شما میخواد باهاتون صحبت کنه و بعد از اون یه مصاحبه دیگه دارید که مصاحبه تکنیکالتونه که در مورد کارتون، توانایی هاتون و حالا پروژه هایی که داشتید باهاتون صحبت میکنن و بعد از اون شما یک سری مصاحبه های دیگه ای دارید که در مورد حالا مهاجرت کردنتونه، در مورد قراردادتونه و شرایط این شکلی. اومدم کلیت داستان رو واسه خودم تشریح کردم، پرسیدم و فهمیدم که این مسیر رو در پیش دارم. حالا کاری که میکردم چی بود؟ این بود که کلا یک کلاس زبانی رو که توی بک‌گراند نوشته بودم و داشتم میرفتم جلو و همین الان هم بهتون میگم که شما هر چقدر زبان بخونید کمه. یعنی واقعا وقت بذارید واسه زبان و زبان نقطه خیلی خیلی مهمی توی مهاجرت شماست. یعنی واقعا گیم چنجره و به مهاجرت شما، به کار کردنتون و به زندگیتون خیلی کمک میکنه. پس هر چقدر شما زبانتون بهتر باشه، این اصلا جای دوری نمیره و به شما کمک میکنه. خب حالا برگردیم به سراغ این که باید چی کار کنیم. من یک کلاس زبانی نوشته بودم که اینو میرفتم و این کلاس زبان رو کلا 3 ماه رفتم. اون کلاس زبانه توی بک‌گراند داشت جلو میرفت. من می اومدم و میرفتم سراغ این AI هایی که وجود دارن، این هوش مصنوعی ها، و اولین و بزرگترین و مهمترینشون واسه من چت جی بی تی بود. میرفتم سراغ چت جی بی تی و بهش میگفتم که من فردا یه مصاحبه HR یا هیومن ریسورس دارم در مورد پوزیشن مثلا فرانت اند انجینیر و ریاکت جی اس واسه یه کشور مثلا اروپایی که هلند باشه و میگفتم به من نمونه سوال HR بده. میومد واسه من مثلا 50 تا نمونه سوال HR تعریف میکرد. حالا بهش میگفتم که به این سوالها جواب بده و میومد به اون سوالها جواب میداد. خیلی وقتا میدیدم که این جواباش داره پرت میشه.
پس می اومدم به چت جی پی تی کمک میکردم که جوابها رو حول محور شخصیت من بده. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه به چت جی پی تی بگم سوال به من بده، می اومدم میگفتم که چت جی پی تی، من رامینم، مثلا 20 و فلان سالمه، سابقه کاریم این شکلیه، من اینطوریم، من اینجا کار کردم، من اینها رو بلدم، در این حد بلدم. کلا می اومدم خودم و رزومم رو به صورت کامل و فارسی واسه چت جی پی تی توضیح میدادم. حالا بعدش بهش میگفتم شرکت فلان رو میشناسی؟ یا میشناخت یا نمیشناخت. چه میشناخت چه نمیشناخت، من میومدم یکم توضیحات میدادم. میگفتم که این شرکت رو من توی لینکدین پیدا کردم، حالا این شرکت داره نیروی فلان استخدام میکنه و من فردا مصاحبه اچ آر دارم باهاشون. بعد اینو کلا تشریح میکردم. حالا میگفتم واسه موقعیت فردای من 50 تا نمونه سوال اچ آر تعریف کن. میومد 50 تا نمونه سوال به من میداد. بعد حالا اون 50 تا رو برمی داشتم، میگفتم به این 50 تا جواب بده و شروع که به جواب دادن. حالا من 50 تا نمونه سوال اچ آر داشتم و جواب انگلیسی هم واسه همشون داشتم. می اومدم میرفتم اونها رو چاپ میکردم و یه آینه ای میذاشتم روبروی خودم. اونها رو با صدای بلند فقط میخوندم، مثلا 10 بار 20 بار اون سوال ها رو و جواب هاش رو میخوندم با صدای بلند و توی آینه چش تو چشم خودم نگاه میکردم و سوالا رو میخوندم و جواب میدادم. بعد شروع میکردم به حفظ کردن اون سوالات. میدونید خیلی وقتا از اون 50 تا 10 تا سوالش پرسیده میشد واقعا. مثلا شما همیشه توی سوال اول مصاحبه اچ آر ازتون میپرسن که یکم در مورد خودت واسم توضیح بده و شما باید اون موقع بتونی یک مقداری از خودت توضیح بدی، که حالا توی ویدیویی که احتمالاً لینکش رو اینجا واسهتون میذارم کامل توضیح دادم که باید چه شکلی در مورد خودتون صحبت کنید توی حالا اون مصاحبه هایی که هست. ولی الان هم میگم شما وقتی توی مصاحبه اچ آر میرید نباید پشت اون حالا کارهایی که کردید قایم بشید. نباید بگید من توی شرکت فلان بودم فلان بودم بمان بودم. شما باید بگید من یه مهندس فلانم، فلان توانایی رو دارم و فلان مسائل رو تونستم حل بکنم. نباید به پشت اسم شرکت ها و پشت تایتل ها قایم بشید. باید واقعا خودتون رو پرزنت کنید. پس من این سوال ها رو می گرفتم، شروع می کردم به خوندن و حفظ کردن، به اونها جواب می دادم و همین جوری با این سوال ها بازی می کردم تا اینکه من بتونم یه اچراف کاملی به این اچراف نمیدونم حالا به این سوالات داشته باشم و بفهمم که اگر مثلا یه سوال توی این مایه ها ازم پرسیده شد من باید چنین جواب هایی بهش بدم. و این پارت اول بود. حالا من در مورد مصاحبه HR یه نکته ای رو بهتون بگم. ببینید مصاحبه های HR یا اولین مصاحبه ای که با شما میذارن حدوداً نیم ساعته و توی اون مصاحبه نیم ساعته 1 ربعش الا 20 دقیقهش اون فرد متقابل داره واسهتون در مورد اینکه کی هستن، چی هستن، کار شرکتشون چیه توضیح میده. یعنی یه استرسی از شما اینجا باید کم بشه. یه پرانتزی واسهتون باز کنم، استرس واقعا نابود کننده ی همه چیزه. یه جمله از دوستم الان یادم اومد میخوام اونو بهتون بگم. میگفتش که اگر شما اعتماد به نفس داشته باشید و سوار پیکان بشید میتونید برید کره ماه، ولی اگه شما اعتماد به نفس نداشته باشید و سوار سفینه بشید از جاتون تکون نمیخورید. واقعا سعی کنید که اعتماد به نفس داشته باشید، استرس نداشته باشید، یه دوش آب یخ بگیرید، ریلکس کنید قبلش و کاملا با اعتماد به نفس برید داخل اون مصاحبه و خیلی ریلکس. اگر هم جمله‌ای رو اشتباه گفتید هیچ اتفاقی نمیفته و اصلا نگران نباشید. ما حتی الان هم که داریم توی شرکتمون کار میکنیم، حتی همکارای من که مال خود اروپا هم هستن،
به شدت پیش میاد که جملات اشتباه میگن، گرامرهای اشتباه استفاده میکنن. پس اصلا نگران نباشید و استرس نداشته باشید و با اعتماد به نفس وارد مصاحبه بشید. حالا وارد مصاحبه که شدید، شما دیگه باید به جوابهایی که با خودتون تمرین کردید، با سوالهایی که با خودتون تمرین کردید فکر کنید و بتونید اون مصاحبه رو کنترل کنید و جواب درست بهش بدید. پس این در مورد مصاحبه HR. حواستون باشه که یک رو قرار اون طرف باهاتون حرف بزنه و از شما انتظاری نداره که جوابی بشنوید، یعنی جوابی بشنوه. فقط قراره که به شما بگه ما شرکتمون اینه، اینجوریم، اینجاییم و این کارا رو داریم میکنیم. میریم سراغ مصاحبه تکنیکال. توی مصاحبه تکنیکال هم همینطوره. مصاحبه های تکنیکال زمانشون طولانی تره، ولی اونها هم توی اکثرشون که من رفتم یه بازه زیادی اول کار دارن در مورد اینکه کی هستن، چی هستن و چجوری دارن کار میکنن، شرکتشون چه شکلیه، با شما صحبت میکنن. بعدش از شما میپرسن که حالا مثلا توی چه حوزه‌هایی فعالیت کردی، چه پروژه‌هایی کار کردی، بیشترین تخصصت چیه. بعد شروع میکنن توی اون جواب‌هایی که شما میدید دیپتر میشن، اصطلاحاً واردتر میشن. یعنی یه تکنیک مصاحبه است. مثلا به شما میگن که به عنوان یه مهندس نرم افزار با چه تکنولوژی بیشتر کار کردی. اگه شما مثلا بگی از تکنولوژی A استفاده کردم، اونا سعی میکنن که بیشتر در مورد تکنولوژی A ازت بپرسن، حالا اگر اون تکنولوژی مرتبط با اون شغل باشه. پس کاملا ریلکس باشید و این تکنیک که شما سوال و جواب بگیرید از چت جی بی تی رو فراموش نکنید. این خیلی خیلی کاربردیه و واسه مصاحبه های تکنیکال هم خیلی کاربردیه. یعنی واسه مصاحبه تکنیکال هم سعی کنید که برید به چت جی بی تی بگید من فردا یه مصاحبه کاری تکنیکال دارم با شرکت فلان و مثلا کلا دوباره رزومتون رو توضیح بدید و بهش بگید که مثلا به من نمونه سوال بده. و خیلی دقت کنید که وقتی به چت جی بی تی دارید اینها رو میگید، حتما اون جاب دیسکریپشن شغل رو هم واسش بفرستید که خیلی دقیق تر واسهتون نمونه سوال ها رو طراحی کنه. مثلا اگر شغلی در مورد PHP هست، بتونید سوال های مرتبط تری با PHP بگیرید. یا مثلا خیلی وقتا شما توی جاب دیسکریپشن نوشته که PHP لاراول، یه جاهایی نوشته مثلا PHP سیمفونی. سوالای کاملا مختلفی میتونه اینجا طرح بشه و من حدوداً واسه مصاحبه HR 50 تا 60 تا سوال تمرین کرده بودم. واسه مصاحبه تکنیکال هم حدوداً 100 تا سوال رو که حالا یه سریاش هم از منابع فارسی حتی برداشته بودم، ترجمه کرده بودم، انگلیسیش رو تمرین میکردم، چون واقعا یک سری از مسائل رو میدونستم ولی نمیدونستم که این رو چه شکلی توضیح بدم و تشریحش کنم. پس این در مورد قسمتی که سوال و جواب تمرین کنید. یه قسمت دیگه ای هست که شما باید بتونید یه چیزی رو توضیح بدید و اون چه چیزی بهتر از این که شما یکی از پروژه های خودتون رو توضیح بدید. این خیلی نکته مهمیه. واسه این چه شکلی باید تمرین کنید؟ واسه این شما یکی از پروژه های خوب خودتون رو بیارید و فرض کنید که میخوان از این پروژه از شما سوال بپرسن. مثلا میتونید قسمت‌های مختلفش رو به چت جی پی تی بدید و بهش بگید که از من در مورد کدم سوال کن، در مورد مثلا پروژم سوال کن و حالا سوالاتش رو انگلیسی داشته باشید. یا اینکه خودتون بالاخره میدونید که اگر یک نفری رو بخواید استخدام کنید باید چه شکلی سوال بپرسید و توی سایت های ایرانی هم پر از سوالات استخدامیه. مثلا سوالات استخدامی برنامه نویس جاوا اسکریپت، 70 سوال استخدام جاوا اسکریپت. اینجور سوال ها رو بردارید. خب قطعا شما توی زبان فارسی همه اینها رو میتونید جواب بدید. برید شروع کنید پروژه خودتون رو به فارسی توضیح دادن. برید یک دور رکورد گوشیتون رو بزنید و یکی از پروژه هاتون رو که فارسیه به صورت فارسی برای خودتون کلا توضیح بدید. مثلا بگید آره من توی این پروژه اینجا از این تکنولوژی استفاده کردم به این دلیل و اینجا مثلا این مشکل رو توی این پروژه داشتم به این شکل حلش کردم. همه اینا رو فارسی توضیح بدید.
بعد خیلی وقتا اون فارسیه رو هم که گوش میدید میبینید که یه جاهایش نیاز به اصلاح داره، یه جاهایش واقعا دارید اشتباه میگید. اون فارسیه رو اصلاح کنید، بعد شروع کنید اون فارسیه رو تبدیلش کردن به انگلیسی. بنویسیدش و نوشتن واقعا معجزه میکنه. شما دقیقا همون گفتارتون رو سعی کنید به انگلیسی ترجمهش کنید و بنویسید و سعی کنید انگلیسی توضیحش بدید. یکی از پروژه هاتون رو اگر خیلی کامل و درست تمرین کنید و به انگلیسی بتونید توضیحش بدید، شما یک سری جمله یاد میگیرید که با اون جمله ها میتونید کلی پروژه دیگر هم توضیح بدید. بعد میدونید این کجا کاربردیه؟ اونجایی که شما میرید توی اینترویو و مثلا یه سوالی به شما میدن، میگن حلش کن. خب و اون موقع شما میتونی توضیح بدی که چه شکلی داری این سوال رو حل میکنی و این خیلی خیلی کاربردیه. پس جمع‌بندی این ویدیو چی شد؟ این شد که سوال و جواب از چت جی پی تی بگیرید. موقع سوال و جواب گرفتن از چت جی پی تی حتما خودتون رزومتون و اون شرکت رو به صورت کامل به چت جی پی تی معرفی کنید که سوالات مرتبط‌تر و بهتر بگیرید. مرحله بعدی این که اون سوالها رو تمرین و تکرار کنید با آینه، با خودتون و حتی با یک نفر دیگه و اون سوالها رو تبدیل به ملکه ذهن خودتون بکنید. و مرحله آخر این که شروع کنید توضیح دادن هاتون رو تبدیل به توضیح دادن انگلیسی کنید. یعنی اگر یه پروژه‌ای دارید، یه سوالی دارید، اون رو یک دور فارسی توضیحش بدید، یک دور انگلیسیش کنید و سعی کنید به صورت انگلیسی توضیح دادن یه کاری رو که اون کار تخصصی شماست رو یاد بگیرید. مثلا یه کاری که خود من میکردم این بود که مسائل الگوریتمی رو که حل میکردم، میومدم یه دور فارسی توضیح میدادم واسه خودم، میگفتم خب ببین اینجا من این فور لوپ رو مثلا استفاده کردم، بیگ او شده مثلا ان، مثلا n به توان n، یه چیز بعد خب به این دلیل به این دلیل به این دلیل. بعد حتی مهم نبود اصلا به جواب رسیده باشم، می اومدم میگفتم من این کارو کردم، من اینجا این رو اضافه کردم، من احساس میکنم اگر اینجا از این استفاده کنم بهتره. بعد همین کلمات رو، همین جملات رو می اومدم انگلیسیش رو در می آوردم، بعد سعی میکردم اینا رو انگلیسی توضیح بدم و من تمامی مصاحبه هایی که رفتم با انگلیسی خیلی سطح پایین بود. یعنی اصلا فکر نکنید زبانم خوب شده بود، نه، من کلا فقط یه چیزایی حفظ کرده بودم و با تمرین و تکرار زیاد اونا رو ملکه ذهن خودم کرده بودم. حتی یادم میاد واسه مثال بهتون میگم first the wall و second the wall. خب اینا رو چیزایی بود که دقیقاً من حفظ کرده بودم. مثلا وقتی می‌خواستم یه چیزی رو توضیح بدم میگفتم first the wall، مثلا اینو توضیح میدادم. و مثلا چیزای دیگه ای که دوباره حفظ کرده بودم این بود که میخواستم بگم این شبیه اینه یا مثلا من آشنام به این، اون سیمیلار و مثلا فامیلیر، این دوتا کلمه بود. اینا رو مثلا دوباره حفظ کرده بودم که چه شکلی اینا رو استراکچرش رو بچینم کنار هم و مثلا بگم من با این آشنام، این شبیه اینه. و میدونید خیلی جملات واقعا تکرار میشه توی این مصاحبه ها و کافیه که شما فقط تمرین رو تکرار کنید. اگر زبانتون ضعیفه، اول که توصیه میکنم واقعا وقت روی زبان بذارید، ولی اگر توی شرایط پارسال من هستید، زبانتون ضعیفه و وقت ندارید، یه تلاش خیلی زیادی نیاز داره. یعنی مثلا 1 ماه باید تلاش کنی، ولی اون 1 ماه یه کمکی بهت میکنه که تو بتونی سریع اون فرایند مصاحبه ها رو سریع پس کنی. و توی مصاحبه های بعدی هم که در مورد مهاجرتته و در مورد حالا اینه که قرارداد تو امضا کنی، اونا دیگه یه سری مکاتبات ایمیلی میاد وسط و تو خیلی راحت دیگه میتونی ایمیل بزنی و حالا ایمیل رو هم میتونی با چت جی پی تی بنویسی، میتونی یه جاهایی از گرامرلی استفاده کنی و این شکلی. و اگر هم حالا جلسه پیش اومد و اینجور چیزها توی مراحل بعدی، اونا مثلا زیاد فورس نیست که خودت تنها توی اون جلسه باشی، یه کسی میتونه کمکت کنه، یا اینکه دوباره اونها رو هم میتونی تمرین و تکرار کنی با خودت، میتونی دوباره سراغ ویدیوهای یوتیوب بری و اطلاعات خودت رو
بیاری بالا و بدونی که توی اون مصاحبه قرار چه اتفاقی بیفته. البته اونها هم چیز عجیب غریبی نیست و واقعا ازش نترس. اونها هم قرار فقط بیان بهت قراردادت رو توضیح بدن و بهت بگن که مثلا توی سریع ترین زمانی که میتونی بیای کیه، به نظرت چه موقعی مثلا میتونی جوین تیم ما بشی، توی شرکت فعلی که داری کار میکنی چقدر وقت لازمه که ازش بیای بیرون و مثلا سوالهایی از این دست که همه اینها رو هم اگر به چت جی پی تی بگی قطعا بهت جواب میده. پس نگران هیچ کدوم اینها نباشید. ممنون که توی این ویدیو همراه من بودید و تا درود دیگر، بدرود.